توضیحی من بهت بدم برای مشکلات ادراری تو گربه هایی که میرن بیرون از ظرف خاک دستشویی میکنن دو تا علت عمده داره. میتونه ناشی از مشکلات ارزن به خدمت التهابی مثانه باشه یا خیلی وقتا میتونه به خاطر وجود کریستال توی ادرار باشه. این کریستال توی ادرار زمانی که توی گربه ها اینا شروع میکنن به ادرار کردن سوزش ایجاد میکنه. سوزش باعث درد میشه، در حین ادرار کردن تو ظرف خاکش تایم بیشتری رو میذاره، ناله میکنه، بیقراری میکنه و مرتب چون خیلی وقت خودشون نگه میدارن احتباس ادرار هم پیدا میکنن و میرن سمت اصطلاحاً انسدادی شدن. به خاطر همین این موضوع توی گربه ها یه چالش بسیار بزرگه. نکته ای که هست توی گربه ها ما بایستی حتما چند تا چیز حواسمون باشه. یک، تغییرات رفتاری و استرس های محیطی توی خونه، دور رژیم غذایی. دو تا به شدت تو گربه ها تحت تاثیر قرار میگیره و حتما کاری که میکنیم بایستی محیط خونه رو یه سرچی بکنیم ببینید آیا چیزی هست توی خونه که استرس ایجاد کنه، مثلا جای ظرف خاک عوض بشه، گربه دیگه ای داشته باشیم، غذای اینو بیاد بخوره، هر چیزی که فکر کنیم و حتی اینتراکشن بین افراد خانواده تنهاش میذارین شما، خب این رفتار یه استرس براش محسوب میشه میکرو استرس. این استرس آروم آروم جمع میشه، یهو توی میشه گفت که مجاری ادراری خودشو نشون میده. اینا